حدیث نمبر 3. اطفال عزیز و شیرین نازنین، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان بدع و 70 شعبه، یعنی ایمان که هست دارای 70 و چند شعبه هست. یعنی ایمان تنها یک دو سه کار نیست که ما و شما مثلا بکنیم و بگوییم که اینه ایمان ما تکمیل شده، اعمال ما تکمیل شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان بدع و 70 شعبه، ایمان 70 و چند شاخه داره. شاخه های درخت سعی کنید چقدر زیاد است، به می اندازه شعبات ایمان است، شاخه های ایمان است که کل از اونها را باید ما و شما عمل بکنیم. فافضلها، بهترین شاخه ایمان کدام یکی است؟ قول لا اله الا الله، گفتن لا اله الا الله هست. چی معنی؟ که ما بگوییم که لا اله نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله و غیر از الله متعال. و ادناها، و کوچکترین شاخه ایمان چی هست؟ اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن چیزهای مضر از راه هست. که شما اطفال شیرین مثلا وقتی در راه میبینید که کسی کاغذی را انداخته، کسی کثافتی را انداخته، کسی در دالیز چیز را انداخته، شما او را چی میکنین؟ پاک میکنین و میبرین در باطل دانی میپرتین. یعنی پاک کردن راه و دور کردن چیز مضر از راه، یا مثلا یک چیزی هست که اگر کس تیر شوه باز در پای از او میخوره، ایره دور کردنش از راه، این هم چی است؟ این هم یکی از شاخه های ایمان است. والحیاء شعبة من الایمان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حیا هم یک شاخه از ایمان است. پس ما و شما از این چی درس گرفتیم از این حدیث شریف؟ که ایمان شاخه های زیاد داره. این درس اول. درس دوم گرفتیم که بهترین شعبه ایمانی است که انسان مسلمان کلمه بخوانه و با مطابق کلمه زندگی بکنه. یعنی بگویه که هیچ کسی مستحق عبادت نیست، یعنی هیچ عبادت خود به کدام مخلوق نکنه. هر عبادت که است او را خاص برای الله متعال بکنه. و چی است؟ و همیشه شریعت و قانون الله را اطاعت بکنه، نه قوانین دیگره. دیگه چی است؟ و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. دیگه درس گرفتیم که دور کردن چیزهای مضر از راه هم این چی است؟ عبادت است. یعنی در ایمان انسان داخل است. یعنی پاکی محیط زیست که باید انسان در محیطی که زندگی میکنه او را پاک نگه بکنه. این هم از جمله چی است اطفال شیرین؟ این هم از جمله بخش های از ایمان است که انسان مسلمان همیشه در پاکی جایی که زندگی میکنه، در نظافت از او و پاکی از او سعی و تلاش میکنه و از راه عام مردم چیزهای کثیف و نجس اول خودش خود نمیپرته، حتی اگر دیگران انداخته باشه باز او را پاک میکنه، اما تو اثرش تیر نمیشه. و دیگه درس گرفتیم که از شعبات ایمان حیا هست. یعنی انسان مسلمان همیشه باید حیا داشته باشه، از الله اول حیا بکنه، از ملائکه شرم بکنه، از انسانها شرم بکنه. از این خاطر سخنهای زشت و بی‌حیایی و اعمال بی‌حیایی و برهنگی و این چیزهایی که انسان بی‌حیا معرفی میکنه از این خود دور بسازه. این هست درس های رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما اطفال شیرین و مسلمان و مؤمن به خاطر از که مستحق جنت شوین از این احادیث استفاده بکنین و مطابق از این زندگی بکنین.